محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان روز 16 ایول در نشست خبری وزارت به سوال خبرنگاران در مورد مارشروفکا یعنی جلب دانشجویان و خوانندگان به تمرین راهپیمایی‌ها بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت واکنش تند کرد و گفت بیایید از یک چیز خسکی اینقدر پرابلم نسازیم. گویا در تاجیکستان یگان پرابلم دیگر نیست. اینقدر پرابلمی که در مرز افغانستان است گویا کسی نمیشنود. بچه اومده مشقش رو میکند، بعد از این شاید رفته فوتبال بازی میکند، رفته پیش روی آنها رو هم گیریم. مکتب بچه بعد از مارشروفکا رفته در صحرا به پدر و مادرش کمک میکند، رفته پیش روی اینش رو هم گیریم. مارشروفکا یک مشق جسمانی است، نه به درس خلل میرساند و نه بیرون از درس است. به سطح معرفت ما و شما همین چیز موافق نیست، گفت محمد یوسف امامزاده. وزیر معارف افزود در کشورهای دیگر نیز جوانان را به جشن‌های عمومی از جمله به برگزاری کرنوال‌ها جلب می‌کنند و وزارت معارف همچون یک مؤسسه دولتی به جلب خوانندگان به تجلیل جشن استقلالیت تاجیکستان نظر منفی ندارد. استقلال ملی است، دولت وطن است و افتخار ما است. هر کسی این را به طور دیگر قبول کند این به معرفت خود همان آدم دخل دارد. ما به یگان راه بد برای جنایت هدایت نکرده ایستادیم. یک نگرانی والدان این است که در این روزهای موج نوی پنجشنبه کرونا ویروس جلب هزاران نفر به مارشروفکا میتواند این معرکه را به یک منبع دیگر پنجشنبه این بیماری تبدیل دهد. ولی امامزاده گفت تمام اشتراکچیان این معرکه ها واکسین قبول کرده ایستادند. نورعلی شایف رئیس اداره فرهنگ شهر دوشنبه 2 روز پیش خبر داده بود که از تقریبا 15,000 دانشجو به مارشروفکا جلب شده الکی بیش از 7,000ش واکسین یکم ضد کرونا ویروس را گرفتند. روز 15 ایول امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان نیز در نشست خبریش اظهار داشت که جلب دانشجویان به مارشروفکاها پایمال کردن حقوق انسان نیست. این برای قانع کردن حقوقهای فرهنگی دولتی صورت میگیرد. نباید فراموش کنیم که در چاره‌بینی‌های مهم دولتی از دولت‌های دیگر میمانان میآیند. در صورت اشتراک نکردن جوانان ما نمیتوانیم این چاره‌بینی‌ها را برگزار نماییم، تاکید کرد بابازاده. در پس منظر افزایش موردهای گرفتاری و حتی هلاک ساکنان از کرونا ویروس بسیاری‌ها برگزاری مارشروفکا با اشتراک هزاران دانشجو را زیر سوال گذاشته از مقامات خواستند که این چاره‌بینی را تا بهتر شدن وضع قطع کنند.